در خوالینگ قرار داریم، در ولایت ختلان. این خوالینگ جای ما هم خیلی مزار هسته، در اینجا هم خیلی مزار بوده. سنگی که شما میبینین اینه کوچکا، همه سنگایی که جنگ در رفتگیان ایما راستیگه یک ممکن 3 برابری یا 4 برابری باشه. دوستای عزیز آمدیم نزد سنگ توپی ما. انا ببینید بلندیشه، ببینید خطون الکه همجا میفهمیم ما یک کنج داریم، اوس دروزش اوس دار. سلام و درودی به پایان به کل هموطنان، به کل فارس زبانان، به کل مسلمانان روی دنیا. در خوالینگ قرار داریم، در ولایت ختلان. این خوالینگ راستیگه به یک مزار به ما یک زنکک در ثواب بگیریم گفته بار کده اومدیم. گفت که ما مزارا داریم، مزار حضرت سلطان داریم. گفتم میدونیم مزار حضرت سلطان بسیار اومدیم زیارت. گفت این مزار داریم. گفت وقتی جنگ ده سنگ آورده پرتگان ما در حیرت موندم که خیلی مزار هست در شما. یک جای میریم هم مزاره، ما یک تکه نقل میکنم که در جای ما هم خیلی مزار هست، در اینجا هم خیلی مزار بوده. سنگ وقت در جنگ ده میرفتن، سنگ گرفته میبردن میپرتفتن. کسی از جنگ زنده اومد سنگش میگیرن میبره و کسی که از جنگ نیومد انا مقدمه مردگی شهید هم مقدمه مردگی. یک جای میریم دیدن میکنیم. اینا خوالینگ، اینا برادرای عزیز، اینا بابا جان حرکت میکنیم میریم کوی مزار هم ببینیم. دوستای عزیز اومده ما همینجا خوالینگ. اینا تا خودم این همین مزار گفتگی شو. اینا سنگا را دیده؟ اینا همین قسنگ اینجا گیردش محکم بوده. اینجا اینا اومده اینجا قلف زدگی هست. اینا اینجاش قلف هست. خب اگه متوجه اگه کسی نیفتیم روستیگه اینجا قلف. خب بچه های عزیز دیگه نفهمیدیم که کی را بپرسم، کی اجازت بپرسم. یک اکمال بکریم نه تاجیکس که برام نکنیم دیگه چی میکنیم. یا داوی جمعه بگیم داوی جمعه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. هر میدونیم اینجا جای از خونک شای. خب همه اینجا خیلی چه محکم کردگی بیدن. اینا همه قدر سنگی که شما میبینین اینه کوچکا، همه سنگایی که جنگ در رفتگیان ای جنگ بر نگشتگیان همین سنگو هست. خب این همین سنگو هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برادرها بالاش. خب اینا برادرها سنگایی که بانش چخرک بوده. اینجا در اینا هزم و هرچی موندگی اینا گیرد بگیرد. خب دیده نه چند خواهی اینا برو آمدیم بالای همون سنگا برادرای عزیز. شما دیده نه چند خواهی ایما راستیگه به یک ممکن 3 برابری یا 4 برابری باشه. یک جای میریم خدا نصیب کنه سنتودگی را میبینیم. هر در نقلاش هم یک خیل، فقط این مایده ایما کلانتر. این گیرده ایما خیلی دروزه. این گیرد بگیرد بودن اینا. این گیرد بگیرده ایما خیلی دروزه. اما که یک جای میریم با ای سنتودگی را میبینیم. همین نقل همین کار بور. یک جای میریم سنتوده. خدا نصیب ساخت سلامت بریم نمیریم. اینا مودا سنگ توپ میگن. دهه سنگ توده مزاری سنگ توپ. اینجا دم مزار نام کرده که بیدن که خیلی نامش نمیدونم. همین نقل کرد هم نقل که همین مورا میکن همین هم خیلی نقل کرد که هم خیشی دیگه جنگ درفتیانو ای جنگ بر نگشتگی و کسی که برگشت سنگ شگیری بود پرتوف. هنه همین خیلی اینا سنگ توپ دیده نه اینا سنگ توپه. خیلی خوالینگ خیلی برمادن خوالینگ داریم. چه مستوی شو بدم مثلا پای زمانی خوالینگ هم پیش رفته. این برادرها در راه خوالینگ سیو بوده. سیو سوارینگ که سیو برادر چند سیمه برادر سیو؟ سیو پنسم ششتم تا وجه. این پنسم ششتم این برادرها. ایدونا ماریم بریم در موی شایی کنم. این میره میره هنر راه خوالینگ میره اینا.
بزرگچه مردم مردم بزرگچه مردم های نیک مردم این بردخت بزرگشه تشکیل خانش بزنم بهترین کار اینم برادرم دوستای عزیز آمدم نزد سنگ توپی ما انا ببینه بلندیش ببینه خطون الکه همجا بفهمیم ما یک کنج داریم اوس دروزش اوس دار ما ای بالا میره نشون میده ببینه با همراه برادرم اینا خالدار بو همینجا رفتی سیام کاش دبا قاب کردیم اینا اکی رجبم اینا جاگا با تاریخا رو خوشنو میدونم اینا سنگار ارخا خطی برداشته اوردگی پشت داره جاگا تاریخ نقض میشناسه جاگا ما هاجی در خوالین بدین این هم خیلی سنگ توپ مثل انمی در همونجا دیدیم او مایده اون مایده بوده هو وای هم همین نه وای همین تاریخ همین رو داشته وای باور که تاریخ همین رو داشته این یک جای بالایی میبریم اگه تماشا کنید که این چند خب بلنده این یک کوهی بلنده این که بالا ما شما رو نشون میدم رفتیم خالدار بای بیا خالدار بای بیا مصفی یعنی همسایه قشلوق خالدار بای بودن یعنی نزد پایین این نمیده خونه خالدار بای هی اون همجا خونه خالدار بای شما نزدیک که انا که برادرو نقل همون نقل گاب همون گاب اینا که ای آیاک اوگلش برومده آیاک طرفش آجا خاک خدا میدونم راکم ولی همجا در جاده همش دیلای بو انا که ای درازی ای رو بینیم ایسش نگاه ایسش رو بینیم درازی رو دیده چند خه کلون هایی این بگید کلونی بده این به حد کلون هایی گفتم که 3-4 مراتبه اوای 3-4 برابر اوای هیچ که ایجا سنگ نمیبرن پایین شلکه قشلوق های ایسه گیر بگید اینا وقتی بز میشید جاگه در دست هم میومدیم این میدان دا بز میکشیدن بز کشی میشید ما اینجا بالایی ده میشتیم مردم تماشا میکرد اینجا دشتی شده بله من همینجا دم یک بار آمدیم سنگای گیل دیدیم رنگی دیل بود 5-6 تا یک جا انا یک تاش هم را تیت کردیم این یک سنگ رنگی دیل دیده اینیشا بیار اینیشا راست کن اینیشا اینا میره این خیلی چپانه کن رنگی دیل ایش اینا اون یک تا دیگه اینا خیلی رجب اینا لاوش شکن اون دو تا اینا 3 تا اینا 4 تا دیده اینا می رنگی دیل بیسوره همش قریب که رنگی دیل اینا سنگای تاریخی سنگایی که رنگی دیل شده خیلی خلاصه گپ دیدن که سنگ چیمو کلون بوده انا که سنگ تو بیمو کلون دیدن که سنگ تو بیمو کلون در بالای سنگ تو بین اگه کدا میشه باور کنین اوچه ختم قضاوت کنین ختم ببینین هر دش یک قصه همون زنکک نقل کرد که ما هم خیلی شنیدیم ما هم کودکی اون میدونیم همه خیلی من گفت گفتگیم خاین بابا خبر بود در ماه شریف رمضان دعا کرد توکل همون بخرو خدا همیشه ماه پربرکت پرفیض بگردانه خداوند همیشه سربلند باشد خانه آباد باشد آمین دستی کما نبینه الله اکبر خدا نگهبان